میفرماد یه سلسله چیزهایی است که انسان بیخبر است. اونی که گفته می شود نیازی به گزارش نیست، نیازی به تنبیه نیست. چرا ینبأ الانسان و ما قدم و اخر بل الانسان علی نفسه بصیرتون، این نسبت به اصل اعمال او. هر کاری که کرده است اونها را کاملا می‌بیند و می‌داند و به یادش هم می‌آید، اما باطن این کار چیست این را نمی‌داند. نه خوبها و وارسته ها می‌دانند باطن اعمال خیر چیست، نه تبهکاران می‌دانند باطن اعمال بد چیست. اونا اگر گفتن مثلا پاداشی هست خیال میکنن نظیر پاداشای دنیا، یا کیفری هست نظیر سوخت و سوز دنیا. که جهنم وقتی گفتن یعنی خیال میکنن نظیر این که جای رو منفجر بکنن کسی رو در آتش بسوزونن. خیال میکنن سوخت و سوز دنیا آخرت هم مثل همینه. لذا میفرماد که نه، ما اونا رو گزارش میدیم، با خبرشون میکنیم. نه خوبها میدانند باطن خوبی چیست، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. نه بعدها میدانند باطن گناه چیست، بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. به طور اجمال در پایان سوره مبارکه فجر فرمود فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. در قسمت عذاب فرمود کاری خدا میکند که احدی اون کار را نمیتواند بکند. مثل فکر کسی هم نمیرسد چجور خدا عذاب میکند روشن نیست. در باره نعمت هم این تعبیر را ندارد که ینعم نعمتا لا یعلم کنها احد لا ینعم مثلها احد، بلکه فرمود فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دیگه جنات تجری من تحتها الانهار و امثال ذالک هم نیست. خب اگر فرمود فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، در طرف مقابلش هم فرمود فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، نه جنات تجری من تحتها الانهار. اون جنات تجری من تحتها الانهار رو خیلی از مؤمنین دارن، یا عند ملیک مقتدر را هم اوساط از متقیان دارن. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این دو مرحله را اوساط دارن. اون مرحله اول را که جنات تجری من تحت الانهار، اون را هم ضعاف مؤمنین دارن. اما این مرحله فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی یه چیز دیگه است. بنابراین لا یعلم ما اخفی لهم من قرة، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. این نکره در سیاق نفی است و مفید عموم. لذا خیلی از دعاهایی که انسان میکند حد اکثر اون چرا که شنید و فهمید او رو میخواهد. وقتی آدم چیزی رو نمیداند آرزوی او هم نمیکند. الان شما در بین مثلا هزارها نفر افراد عادی وقتی شما بخواید بگید آرزوهاتون چیه، بهترین آرزوتون چیه، او هرگز نمیگوید مثلا فرون نسخه خطی اصلی مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نسخه اصلی تهذیب رو من داشته باشم. او اصلا تهذیب نشنید تا آرزوش این باشد که نسخه اصلی تهذیب داشته باشه، یا نسخه اصلی خطی دستنویس فارابی در الجمع بین رأیین داشته باشد. یا اصلا نشنید فارابی که نسخه خطی الجمع رو نشنید تا او رو آرزو بکند. آرزوهای هر کسی در مدار معرفت اوست. انسان چیزی را که میشناسد آرزو میکند، چیزی را که نمیداند که آرزو نمیکند. در بهشت درجاتی است که انسان اصلا واقعا نمیداند، چون نمیداند آرزو او را نمیکند. وقتی آرزو اون را نکرد در دعاها هم اونها را نمیخواهد، چیزی را میخواهد که میفهمد و میشنیده است و دیده و مشابه اون را دیده است. لذا ذات اقدس اله درباره اصل کار و نصاب اولی کار بعد از اینکه فرمود ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، با کلمه بر اضرابیه میفرماد بر الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القی معاذیره. چه حاجت به تنبیه؟ اما در این گونه از موارد دیگه استدراک ندارد، کلمه اضراب ندارد. ینبأ الانسان بما قدم و اخر فینبئکم بما کنتم تعملون. خب این کذالک زینا لکل امة عملهم، هم نسبت متقیان است هم نسبت فاجران و تبهکاران.
هم متقیان نمیدانن پایان نتایج خیرشون چیست، هم تبهکاران نمیدانن گرفتاریشون چه اندازه است. درباره بهشتیان نهج البلاغه بازگو کرد که وجود مبارک استمی سلام الله علیه فرمود شما نمیدانید در بهشت چه خبر است. اگه میدانستید بهشت چیه و در بهشت چه خبر است اینجا دور من جمع نمیشدید، هر یک به سراغ کارتون میرفتید. و چون گوشی از این حرفها را متقیان شنیده اند جانشون برای بهشت پر میکشد که لولا الاجار التي كتب الله علیه بر اینها لما استقرت ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین شوقا الى الثواب خوفا من العقاب. چون گوش